جان ها. خب یعنی چی رقم؟ خوب همون آدرس سرسه کجانمه بگیرد، آدرس بگیرد که ما بریم بخونی حداقل زندگی ببینیم. چرا بیت آدم ها کمک نکنه؟ خیلی هم خوبه، خیلی هم خوب. خود من شخصا میرم بخونیم. سی آدرس دقیق بگیرد. خداحافظ. وقته. تو چه کاره؟ چه کاره؟ خودی کی گپ میزده؟ یک بیوزنه بدم شرکت آمده، میرزا آمده خیلی یک زن غریبه بدبختیه. گفتم آدرس بگیره که حداقل بریم بخونی برای کمک چیزی بود. چی کمک؟ شما ما این کمک کنیم انیمم تا قوم خشا خود ما کم نادارم، کم فقیرم. خب برای از اون کمک کنیم. چرا به بیگناه ما این کمک کنیم؟ باز شما که ما این کمک کنیم بعد هم شرکت کمک کنیم بریو. چرا ما این بریم بخونی و هم باز بخونی زن بیوه؟ خانم جان من برم زندگی رو ببینم، سعی کنم که این راست یا دروغه. من دیگه هدف ندارم. با خدا فقط هدف من فقط یک خدمت کمکی که برای یک کسی که نداشته باشه من انجام بدم. زن خیلی های زن که با نوم کمک بفهمیدی میرم دیگه اصلا داره بیترین زندگی داره. من همین خانواده مستحقه برم ببینم همین یک خدمتی بکنم بریم. نمایی که شما بریم مرد هجی، مرد تاجری میریم بخونی یا که چه کارشه؟ من تاجر چیم؟ اینو امانته که خدا برای من داده. باید من از سعی استفاده کنم. به آدم قریب دستی بگیرم، به همسایه خود دستی بگیرم. دیگه من تاجر چیم؟ تاجر مرگم. اینا هم امانته که خدا برای من داده. من که گفتم برای شما بفهمیدیم اگه رفتیم بخونه از این زن بیوه دیگه نمیاییم بخونه. باز اینجی گله نکنیم از من. تو چرت زن بیعقلی؟ من دیگه 20 سال حالی تو به سر شک میکنی. من به سر شما شک ندارم، به سر همون زن بیوه شک دارم. آخه شرایط خرابه. فکر زن ایمان خور به گمون باید. چی خبر داری که همون زن بیوه مال خیلی زن شریفی باشه؟ تو دروغ باید خود گمان بد میزنی. چی دیگه پا میزنی زن؟ اگر قرار باشه من به بیوه کمک نکنم یک دیگه کمک نکنه اصلا همین اعتماد در بین مردم گم میشه. دیگه کسی به یک بیوه زن به یک زن غریب کمک نمیکنه. چی دیگه پای میزنی تو؟ آخه من چی گفتم؟ من میگم شما کمک میکنید و می قوم خشاب همین چردو بر خود ما خیلی هم نادار. چرا به اونا کمک نمیکنید؟ بعد از اون این زن آمده بدم شرکت یا کسی برای این جیبوشکی روغنی بدیم که بره دیگه. بعد از اون هم که میگیم برم ببینم زندگی رو، نمایه نیازی نیه که بریم زندگی رو ببینی، هم سرکلی رو ببینیم میفهمیم که این ناداره یا دارایه، راست میگه یا دروغ میگه. شما من فقط دیگه دل شمایه که بریم بخونی و ببینیم. به کجا ما برم بخونی و که ببینم؟ چرا دیگه پای بیعقلی میزنی؟ اول بین قومی تو مال ناداری نیه. کم کمک کردم برای اینا. بعد از اون ما مال ازم 100 ساعت براتون بخونی و زن ببه. من میرم سعی میکنم وضعیت چی رقمه. اگر واقعا غریب بود کمک میکنم. چی فرق میکنه؟ به قوم و بیگناهی گپا نداره. خیراته. هر کس که واقعا نیازمنده باید آدم کمک کنه. دیگه راست میگیم. شما هم مدام گپ شما باشه. گپ شما نه. یاری که تو زن خیلی یاد داری. اما هر چی که من سر نیارم تو سربند میاری. خدا بگم تو چه کار نکنه دیلم نمیشم تو نفری کنم. تو میفهمی هم خونه. گپ خود از اینه. خوبه به خدا. تو که می کمک کنی خب از کارمندا خوره که بره بخونه همون زن. چه خود تو بدی؟ ایتام بوده. هر چی میگی چی گپ خود از این مرده. یالله بفرمایید. هستی؟ سلام برار. خوبی؟ سلامتی؟ خیار خوشحاله. شکر خانواده خوب بودم. شکر سلامت باشی. میشه در سرا وا بودن. در سرا همال ایجی سایی برفتم دیگه مثل که در واگی بیشتر. خب خیار خوشحاله. شکر زنده باشی. اشتنه چوچو پیچه همه خوبم. شکر همه خوبم. ایجی سه بیشتنه. خوبه دیگه. به غیر از این که مر جگرم خون کنه دیگه کاری که نداره یه ایجی. چری؟ هیچی. از شرکت زنگ زدم که یک زن بیوی بیامده کمک مایه. انا هجی هم گفت باشه که من برم خونی رو ببینم. میگم چی گفته می بری خونی رو نگاه کنی؟ خب هم دم شرکت میای بری و برای اینجا روغنی بدیم که بره.
نیمه برم خونی رو ببینم بونه برار که بره به پیش زنه خودی و گپ زنه. میگم خواهرمه ایت دلسیا نباش. دومادمه باور کنیم یک آدم خوبی، یک آدم شریفی که 100 تا عوضرمون از این میخوره. باز ایت آدمی نیه که خدا اینو خواست تو فکر میکنی. 100 نفر ما بدیدم که گفتم دست غریب و بیچاره رو بگرفته. باز او شان و شوکتی داره، نام و نشانی داره. آخه میفهمی او به منطقه به نام خیرخواه یاد میشه. تو چرا ایت کارو میکنی خواهرمه اقصد دلسیه ای؟ اگه کمک هم احتمالاً بوره یا بره ببینه او تو هم میه دیگه. وقتی که میرم که کمک میدم احتمالاً یا وکیل گذر یا شروع مال میره نگاه میکنه که سه کنه همین طرف پولدار غریبه واسه که این مثلا پیش اومده که بی پولام خور بجم غریب زدم غریبام خور بجم پولدارا زدم مقصد به رقمی کمکار بگیرفتم به حقی و مستحقی و نرس. آخه برار خوب بگردم من که نمیگم ایجی صاحب خدا اینه که آدم بعدیه شرایط خرابه برار. من مقصد با تو میگم خب که به همین دوماد اعتماد داشته باش. یعنی ایت آدم گولی من طالق به بین قوم خیش ندیدم نه به خاطری از اینکه دوماد منه میفهمم که شکر خدا دستون به دهن میره میتیجی و میتیجی ندارم ولی خواهرمه مقصد فشار ندی به شوخ و اعتماد داشته باش. اعتماد که بود هیچ کاری نمیشه. خاله جان واقعا خبر نداشتم. میرزا دفتر بریم میگفت که بیوزن بیامده. من خوشحال میشم که بتونم به دست خود از اینجا خیرات من به هر رول اسرائیلی باشه برسونم. حالی هم حتما انشالله ما واقف شما هستم. هیچ چرت نزنیم دیگه. هفته باشه ما با ما باشه من انشالله میام از شما خبر میگیرم. همه چیزی که خدا واسه بود برای شما میرسونم. هیچ چرت نزن. خیر ببینید ببخشید که زنگ زدم برای شما گفتم بیایم بخونیم ما. هیچ گپی نی خواهر. هیچ گپی نی. بابا خزانه کیلو چای بیاره. چای ما این چکار کنیم؟ چای ما این چکار کنیم چیه؟ ما مونده علاق بیامدم گلاس چای نمایم. نه نماییم. بمی یک هفته 20 دفعه شما برفتیم بخونیم همون زنکه. باز اینجی بریم گپ میزنیم. هی یک سر گناه بخو جمع کن. هی یک سر گناه جمع کن. دیگه تو کاری نداری فقط گناه جمع کردن. تا جایی که بخوای یک دستاویزی تیار کنی بود دنیا ما تو میریم. بیشتر بخو گناه جمع میکنی. گناه چی جمع میکنم؟ گناه میکنم که برای شما میگم نریم. آخه کمکی باشه که خب میبونیم به درس رای. اگه رفتنی بود، اگه خونه دیدنی بود که برفتیم خونی رو بدیدیم. دیگه هر دفعه حرف چیه که میدویم خونی رو. تو چپ کن یک دفعه. چپ کن. بله سلام علیکم. چی حال داریم؟ خوب این سلامته؟ حتما خواجه حتما خواهرم من به وجودترین فساد میام خواجه به چشمای خود زنده باشه خداحافظ بدیدی؟ بله بدیدم باز البته ما این بریم بخونی و یاری تو زن به گب نمیفهمی غیر این برار تو زنگ زنم بیای چی به گب نمیفهمی آخه چی به گب نمیفهمی کمکیه خوب ری کنیم بهم دست همو کارمندا چه خود شما ما این بریم چرا خیراتی که میرم به دست خود خوندم چرا به دست کارمندا بودم این ثوابی به بیشتر که به در خونه میبرم خوبه بو خدا چرا به سراغ قوم خشا که کمک میکردیم نمیبردیم چرا تو نمیرفتی یه پای میزنیم به قرآن شما خوبه بو خدا پا شما به در نمیشه از خونه بله اجی برار خوب این سلامت این صد خوبه یاری برار بیا همین خوارت خب بیخی دیگه مار به قرآن ازم ثواب ازم خیر ازم همه چی به زده خراب میکنه همین یک دفعه بیاین شما بخونه خداحافظ آخه با برار به چی ربطی داره که هم تا کاری میشه زنگ میزنیم برار تو بیایه خیلی هم ربطی داره همین که تو به گپ من نمیفهمی مجبورم برار تو زنگ داره بیا که تو بفهم من نفهم تو چی نسلی هم برار تو به زبون تو شاید بیتر بفهم
خوبه نمای کلنگ برار مرباد کش کنی. تو خواهد چه ما بگم به گب نمیفهمی ماشکم برارت تو بیای تو رو بفهمونه به گب نمیفهمم همیش سوا با دمرم میزیم یا الله یا الله بیا خوش بره بیا الله بیا چیل داری خوبی سلامت خیر خیریت بود زنگ زدیم من تلاش کردم زودتر به شما برسونم به خدا برشتنی خوبی شکر چی خوبی برار چه کار شده چرا اعصاب تو خرابه آخه چرا همه اوقات خوشخور تلخ میکنی تو یا شما خواسته که من بیوزنم کمک بردم بدم خونی خبر دارم خب یعنی او تو آدم قابل کمک کردنه اگر ما و شما کله خود هم اندازم او تو آدم به مشکل برمیخوره یعنی شو اول قبل خدا از ما میپرسه که چرا به میت فامیلی تو کمک نکردی حالا همین شیشته بودم جلوی زنگ زد کمی زور بزار گریه میکرد که مریضم با چکار و فلانه ما گفتم کمک میارم برای میگم قدم تو نمیذارم بدریشه حالا ما گفتم بیا برو قدم میام خواهر کو گپ زد ما به خدا هدف همینه که حداقل یک دست یک مسلمان بگیرم به خدا این حج رفتنا بعضی مردم به قرآن اشتباهه حج ان دم خونیه همین که یک بیوزن گریه میکنه که من چیزی ندارم من به حج برم چی فایده داره اینجا هم کمک کنم میگه قدم تو نمیذارم خواهرم من که به دومات خو اطمینان دارم 100% این رقم نمیشه میگه چو استاده دست افتادگی حالی توان داره دست کسایی که افتاده باید بگیره این رقم نمیشه وقتی خواهرمه خود شما این رقم میبریم که همون خانواده رو ببینه نمیشه که کی دورنگی چشه با خدا من دیگه خسته شدم وقتی از این بعد به کس دیگه هم ما شما کمک کنیم جنجال میشه که باشه به پیشکی میرم برو وقتی چاده نماز خو سلام بریم دومات بریم این نمیشه خود تو نگفتی که از این بعد هفته یک دفعه جو کمک کو هرچی مستی بکن آن خواهرمه نگاه کو که به کی کمک میکنه آن تو دیگه ببینک به چشما سیکو زن ما توش چه جای زندگی میکنیم نلیچر سیکو زندگی سیکو تخت خواب سیکو این سیاسر سیکو تو چی حالت زندگی میکنی یک لافت یک بالشت این نمایه موقت خشک این نمایه زندگی خوبه این نمایه بیترین غذا را اولاد عزی بخوره وقتی که نباشه مبیت وقت دست ایت قریب نگیرم مرزندی چی بکنه خواهرمه حجه کرفتم چی فایده خواهرمه همیشه تو هر روز عج میکنه اگه دیگه سال به سال میرم بعد شو تو هر روز عج میکنه از این عجم تو مستفید میشی تو ثواب میبری اولاداتو چراغ دلتو میشه خیلی نخواه اگه همیشه تو نمیبید میت زندگی نجیشت اگه همیشه تو نمیبید جان از گوشتگی علاق میشدم میمردم خیلی خاله جان جوش نزنیم شما مر ببخشیم به خدا یه پای پشت سر شما زدم به خدا نمیفهمیدم دیگه از نفهمیه دیگه انسان هم جای خطا اینه کار بگیریم تا همین یک ماه 20 روز خرج شما باز به چشمای خوب باز زنگ زنیم همون چیزی که خدا واسه از واسمه بشه من برای شما میرسونم هیچ چرتی نزن کتابچه قلم همون پول مکاتب طفلات هم به جمعه هیچ چرت نزن خیلی بریم من به دومات افتخار میکنم نه به خواهر که شرکتی کنه نرفتم خواهر خوبه کنم قدرتی شوال خوبه تو خدا مرد خوبیه خدا من پشیمون شدم خیلی گپا زدم شما مر ببخشیم دیگه یک وقتی کار چیزی دیشتیم به شوهرم که زنگ زدیم من میام خود اینا به خدا انگار کنیم من مثل دختر شما خیلی زایبا هر کاری از دستم بر بیایی به شما انجام بدم خب من برم یک معذرت خیلی هم از شوهر بکنم دیارو خوشحال باشیم کار چیزی دیشتیم حتما زنگ بزنیم به ایجی صاحب خدا خوشم میام خدایا هرچی از خدا مایه این مرد بری و بدی ای خدا